چهارپاره ردیف عبدالله دوامی. در مورد چهارپاره بیشتر توضیحات کامل داده شد. وزن چهارپاره یا چهارباغ یا خداوندی یا نحوی یا مرادخوانی، نامهایی که برای این گوشه میشناسیم، متفاعلون 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 یا فعلات و مفتعلون فعل، فعلات و مفتعلون فعل هست. بهره کامل مسمن سالم. شعری که استفاده شده از هاتف اصفهانی، در 4 لخت این شعر میاد و همونطور که میدونیم چهارپاره هم 4 قسمت کلیه، 4 لخت داره، 4 پاره یا قسمت داره. قسمت اول و دوم عیناً دوباره تکرار میشن، فقط قسمت دوم یه تفاوت اندکی در تحریر آخر داره و بعد لخت سوم و چهارم میاد. لخت اول در گوشه حجاز قرار گرفته، لخت دوم شبیه به جامه دران هست، لخت سوم فرود به ابوعطا یا سیخی و لخت چهارم فرود به شور رو خواهیم داشت. به طور کلی میتونیم بگیم که این چهارپاره در منطقه حجاز قرار گرفته و بعد کم کم فرود میکنه به سمت شور. مایه نما، سی بمول، می بمول، لا کرون، دانگ هایی که در این قطعه استفاده شدن، دانگ ری، می کرون، فا، سول، دانگ شور هست، سول، لا کرون، سی بمول دو، باز دانگ شور و دانگ دشتی دو، ری، می بمول، فا. کوکتار دو، سول دو، سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. سول ره 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 می فا می فا فا می می فره ره می ره رم دو 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 ره دو دو سی سی دو رم رم دو ره دو دو رم سول ره 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 می فا می فا فا می می فره ره دو دو سی 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 دو دو سی دو دو ره ره می ره دو دو سی 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 دو سی سی لا لا سی دو سی ره دو دو سی سی دو سی سی لا 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 سی دو لا سی سو لا. ابتدا از منطقه حجاز شروع میکنیم، از سول به ره مییم. سول انگشت اول سیم زرد، ره انگشت اول سیم اول، سول ره 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 می فا متفاعلون متفاعلون. لخت اول شبیه حجاز بود، لخت دوم شبیه به جامه دران هست، بین ره و می بیشتر گردش داره. می فا فا می می فره فره. این وزن متفاعلون متفاعلون داره با خورده تحریرها میاد. حالا اولی تحریر عدله، فا میف می فره فره، راست چپ ریز. سوم میاد رو می می رم رم دو دو راست راست چپ راست. اینا باز اشاره دارن، همشون به نوعی خورده تحریرهای نشیب هستن. بعضیشون هم که به صورت عدل خودشون رو بیان میکنن. دو میاد انگشت دوم، دو ره دور دور سی سی راست چپ ریز. این تحریر عدله. انگشت اول میاد رو دو دو رم رم دوره دوم دوره. روی حجاز میشینیم. عیناً لخت اول تکرار میشه، بعد از اون لخت دوم با کمی تغییر. می فا فا می می فره فره می رم رم دور. دو انگشت دوم دو ره دور دو سی سی. حالا اینجا تحریر بیا ترک میاد. سی دور دو سی دور دور راست چپ اشاره هم داره. سی دور دو یک میاد پایین، راست چپ رم به می اشاره داره. لخت سوم فرود به ابوعطا یا سیخی هست. ره می ره دو دو سی سی از خورده تحریر نشیبه. سی دو سی سی لالا. سی میاد انگشت اول، سی دو و حالا لخت چهارم و فرود به شور. سی ره دور دو سی سی دو سی سی لا 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 سی دو لا سی سو لا. میبینیم که همشون باز وزن متفاعلون رو دارن. متفاعلون
بالاترهای این میون قرار میگیره. فا هم کسیم زرد اومد. حریم خلوت خود شبیه چه شود نهفته به خانیم. حریم خلوت خود شبیه چه شود نهفته به خانیم. به کنار من بنشین یا